تسلیت غزال عنایت برای مردم افغانستان از طریق صفحات مجازیش. کمک مالی انگفت غزال عنایت برای سیلاب زدگان اخیر در افغانستان. غزال عنایت در کدام کشور بوده است؟ غزال عنایت چرا دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفدارانش نشر نمی کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت یکی از هنرمندان خوش صدا، مشهور و محبوب افغانستان بوده است و علاقمندان و طرفداران صدایش در سرتاسر افغانستان حتی از مرزهای افغانستان عبور کرده است. غزال عنایت در سن نوجوانی به طور پنهانی به سرودن آهنگ کرد و توانست در آن زمان شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کند، ولی غزال عنایت بعد از آن که به کانادا رفت به طور رسمی و مسلکی به سرودن آهنگ شروع کرد. غزال عنایت با تمام خانواده‌اش در کشور کانادا زندگی می کند، ولی گاهگاه سفرهای هنریش به کشور ترکیه و دبی می باشد. غزال عنایت برای سیلاب زدگان آخر در افغانستان کمک‌هایش و بیشتر از 2 میلیون افغانی بوده است. غزال عنایت پیام‌های تسلیت‌آمیزش را از طریق صفحات مجازیش برای دوستداران و طرفداران صدایش در افغانستان بیان کرده است. غزال مدت زیاده می شود دیگر کار هنری جدیدی برای دوستداران و طرفداران صدایش نداشته است، ولی اکنون وی در ترکیه است و درآمد خیلی خوبی هم داشته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده. موفق و کامیاب باشید.